این بوریتوی مکزیکیه که چند سال اخیر خیلی محبوب و وایرال شده و همه جای دنیا دیگه میشناسنش. منم امروز اومدم 0 تا 100 رو بهتون یاد بدم. پس لایکشو بزن و بریم که درستش کنیم. برای نونش احتیاج داریم به نون تورتیلا که میتونید خودتون درست کنین که دستورشو تو هایلایت ها گذاشتم یا که از بیرون بخرید. برای مواد میانیش برنج رو با کره تفت میدیم، رب به فلفل، عصاره گوجه فرنگی و آب میذاریم که دم بکشه. برای مواد گوشتی گوشت چرخ کرده، پیاز، ذرت، ادویه‌های داخل کپشن رو با هم دیگه تفت میدیم. برای سالسا گوجه فرنگی، پیاز، هالوپینو، گیشنیز و آب لیمو رو با هم دیگه مخلوط می‌کنیم. یه دیپ آووکادو هم داره که فکر کنم بهش میگن گواکامولی که با آووکادو له شده، پیاز، آب لیمو و هالوپینو درست میشه. همه مواد آماده میکنیم. حالا 4 تا نون تورتیلا رو کنار هم دیگه میچینیم، ورق چدار میذاریم، برنج، مواد گوشتی، لوبیای پخته، سالسا، گواکامولی و سس چیپوتله رو اضافه میکنیم و به شکل تصویر میپیچیم. همینجوری هم میتونید گریل کنید و سروش کنید، ولی یه روش خیلی محبوبش هست که زیرش پنیر میذارن و گریلش میکنن که من برای انجام این کار از دستگاه گریل 11 کاره گلفم استفاده کردم که از برند حاجی‌زاده که تو کپشن تگ کردم میتونید تهیه کنید. اینجا منظورم بود که خیلی بزرگه. حالا به هر حال اگه نخندیدینم من ستارم، تو پیجم پر از غذاهای جدیده. اگه دوست داشتی یه سر به پیجم بزن و منو فالو کن.